بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام 2 سوال مهم و امتحانی رو خدمت شما عرض کنم و آنها رو حل کنم. یکی این که مثال مشتق پذیری تابع y مساوی قدر مطلق x جزء صحیح x را در نقطه x مساوی 0 بررسی کنید. این سوال نهایی. خب تعریف مشتق را در نقطه 0 می‌نویسیم. f پریم 0 لیمیت خط کسری f x منفی f 0 x منفی 0 اگر x به 0 یا f پریم 0 برابر میشه f x یعنی قدر مطلق x در جزء صحیح x منهای 0 این میشه x به 0. اینجا 2 حالت پیش میاد، یا 0 راست یا 0 چپ، یعنی f پریم راست 0 برابر میشه با لیمیت. در حالت راست قدر مطلق x برابر است با x جزء صحیح 0 راست، مخرجم که x 0. این 2 x با هم ساده میشن. جزء صحیح در اعداد صحیح راست یعنی همواره خود عدد تعریف میشه 0. این مشتق راست. الان مشتق چپ لیمیت خط کسری. در حالت چپ 0 چپ قدر مطلق x میشه منفی x جزء صحیح 0 چپ تقسیم بر x. خب این 2 x با هم ساده میشن منفی جزء صحیح 0 چپ. همواره گفتیم که عدد یک واحد کم میشه یعنی میشه 1 مثبت. اینم مشتق چپ. آیا این 2 با هم مساوی هستند؟ خیر. پس چون f پریم راست 0 مخالف f پریم چپ 0 است، پس تابع در x مساوی 0 مشتق پذیر نیست. از اون سوالات مهم و امتحانی چندین بار هم مطرح شد. و اما یه سوال مهم امتحانی دیگر را میخوام خدمت شما عرض کنم و این سوال را هم حل کنیم به این صورت که سوال نهایی 2 بار هم مطرح شده. گفته با محاسبه مشتق راست و چپ f در نقطه A نشان دهید که تابع مشتق پذیر نیست. نموداری به این صورت مطرح شده.
نقطه آ به مختصات 1 و 1 این از نقطه آ، این خط ایگرگ مساوی 1 و این دومی هم به همین صورت. یعنی ایگرگ مساوی 1x تابع هموگرافیک. خب الان اگه بخوایم در نقطه آ مشتق پذیری این تابع را بررسی کنیم، باز مجبوریم که دو حالت راست و چپ را تعریف کنیم. یعنی تعریف f' راست 1 در 1 طرف راست یعنی هموگرافی. پس میشه لیمیت خط کسری fx منفی f1 تقسیم بر x منهای x به 1 میل کند از طرف راست. الان برابر است fx طرف راست یعنی نمودار 1x f1 هم که عرض کردم 1 x منهای 1 x به 1 میل کند از طرف راست. خب 1 را قرار بدیم میشه 0 0. اگر بخوایم رفع پم را انجام بدیم میشه لیمیت خط کسری. اینجا یه مخرج مشترک بگیریم میشه x، بعد صورت 1 منهای x دور در دور نزدیک در نزدیک به این صورت تبدیل میشه 1 منفی x، اینم x در x منهای x به 1 از طرف راست. خب الان این قسمت از یه منفی اگه فاکتور بگیریم میشه x منهای 1 x منهای 1 با این x منفی 1 ساده میشه، یه منفی 1 داریم و x هم که عدد 1 پس منفی 1 یکم میشه منفی 1. این شد مشتق راست. الان مشتق چپ f' چپ 1 لیمیت fx تابع ثابت است منهای f1 که همون 1 مخرج x منهای 1 x به 1 میل کند از طرف چپ. خب حاصل این قسمت میشه 0. 0 هم بر هر عبارت تبدیل بشه تقسیم بشه میشه همان 0. پس مشتق چپ 0، مشتق راست منفی 1. آیا این دو با هم مساویان؟ میگیم خیر. f' راست 1 مخالف f' چپ 1 در نتیجه مشتق پذیر نیست در نقطه آ. اینم از حل یک مسئله مهم و امتحان. موفق و مؤید باشید انشاءالله.